حال شما خوب هستین؟ سلام هستین؟ خدا حفظتون کنه شما. خدا حفظتون کنه. اومدید استقبال بچه هاتون. دیر کردم که بود پریشب بیان. عزیز دلم. از خانم چند تا بچه هاتون دارن میان؟ به نیت امام موسی 8. خودتون پرچم به دست اومدید استقبال از بچه ها. پرچم انقلابی که نمیشه زدیم موزا. این بچه ها با این پرچم به یه جا رسید. ما پس من پس بود. از خانم 8 تا شهید دادی، الان هم اومدی استقبال از خانواده. حرفت برای مردم دنیا، برای دشمنا، برای مردم ایران، برای اونایی که این شبات کف خیابونن چیه؟ به قول سردار موسویمون میدان که با رزمنده هاست خیالمون راحت تخت اونا پای کار هست. کف خیابان هم ملت هست، خدا را هزاران بار شد. اما از مسئولین میخوایم کم نیارن پای انقلاب بایست. بیوگرافی یکی از شهیدای این بود. اسلام با قربانی نجات میده و این نجات اسلام با یه قربانی داره. ایشان خواسته بود من و فرزندانم رو جزو قربانی های راه اسلام قرار بده. این دعای من بود. حالا منو در زدن